شاید من علایق شخصی خودم رو دارم بزرگ نمایی میکنم، کمتر بحث و نشستی است که خودم اینقدر ذوق و شوق داشته باشم که بشنوم. من از شمال کشور میام، هفته پیش یه بارونی اومد، چندین و چند پل فرو ریخت، چندین و چند نفر کشته شدند. هیچ جا ندیدیم که بنویسن هشتگ بزنن قصور مهندسی، هیچ جا ندیدیم که اینقدر بد و بیرا بگن. توی خیلی بزرگ نمایی میشه یه خطای کوچیک پزشکی در حد کشیدن یک بخیه یه بحران بزرگ اجتماعی شد چند سال پیش. و این پرسش است برای ما، پرسش است که چرا این رابطه فقط در یا بیشتر در بحث پزشک و جامعه اینقدر مخدوش شده. همونطوری که آقای دکتر گفتن، الان آقای دکتر محدثی ما در اختیار شما هستیم، شما اومدی ما رو ویزیت کنی، نسخه بنویسی و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. لطفاً تشویق بفرمایید آقای دکتر رو که در خدمتش باشیم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. بسیار خوشحالم که در جمع متخصصان پزشکی هستم. برای من به عنوان یک جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسی ایران باعث افتخاره. آرزو میکنم که در کشور ما شرایط مساعدی فراهم بشه که متخصصان رشته‌های مختلف کنار هم جمع بشن و در مورد مسائل مختلف کشور با هم گفتگو بکنن، با هم همفکری بکنن و همکاری بکنن و عرض کنم دانش‌های مختلف علوم انسانی و طبیعی در کنار هم قرار بگیرن و نوعی یک پارچگی میان متخصصان اجتماعی و عرض کنم که نخبگان فرهنگی در کشور ما شکل بگیره. بنابراین من بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم و فرصتی برای من فراهم میشه که بتوانم با پزشکان محترم گفتگو بکنم و تجربه تازه‌ای کسب بکنم و چیزای تازه یاد بگیرم. البته قبلا هم توفیق داشتیم که در انجمن جامعه شناسی ایران در خدمت پزشکان باشیم، گفتگویی داشتیم. گفتگویی بود بین 4 پزشک، گفتگویی 5 ساعته بین 4 پزشک و 4 جامعه شناس. البته گفتگوی پرمناقشه و پرتنشی بود. عرض کنم که دلیل اون مناقشات و تنش آمیز بودنش هم خب به خاطر این بود که داده هایی که ما ارائه می کردیم نقادانه بود و عرض کنم که عملکرد بخشی از سازمان های پزشکی رو به نقد می کشید و چندان مقبول نبود برای پزشکانی که شرکت کرده بودند. عرض کنم که من به دنباله سخنان سروران گرامی میخوام اشاره بکنم که ما به عنوان جامعه شناس در واقع پدیده‌های اجتماعی رو فرایندی میبینیم و نکاتی که در سخنان بزرگواران بود رو این گونه توضیح میدیم و تبیین میکنیم که در واقع این وضعیتی که اکنون رخ داده و این بی‌اعتمادی که نسبت به جامعه پزشکی وجود داره و شیوع پیدا کرده و منجر به انواعی از تنش شده، در واقع در طی یک فرایندی شکل گرفته. این گونه نبود که ناگهان در واقع جامعه یا بخشی از جامعه واکنش نشون بده در مقابل جامعه پزشکی. بنابراین من در مورد پزشکان هم همین رو میخوام عرض بکنم که از دست دادن به اصطلاح اعتماد عمومی و اعتبار اجتماعی چیزی نیست که ناگهانی رخ بده یا توطئه‌ای علیه مثلا جامعه پزشکی وجود داشته باشه و حتی نمیشه این رو تقلیل داد به فعالیت‌های رسانه‌ای کسانی که علیه پزشکان در واقع دارن عمل میکنن. ما در جامعه شناسی حوزه‌ای داریم به نام جامعه شناسی پزشکی. هم آثاری در این زمینه تألیف و ترجمه شده که من دوستان پزشک رو، سروران پزشک رو دعوت میکنم که گاهی به اون آثار مراجعه بکنن و هم ترجمه شده و هم تألیف هست و همه این که در واقع برخی از همکاران ما در انجمن جامعه شناسی فعال هستن. یعنی یکی از حوزه‌های مطالعاتی در انجمن جامعه شناسی پزشکی هست که برخی از خود در واقع پزشکان در اونجا حضور دارن، یا ما جامعه شناسانی داریم که هم جامعه شناس هستند و هم پزشک هستند و در واقع فعالیت بین رشته‌ای دارن
و حتی من همین ترم دانشجویی دارم که مثل شما پزشک عمومی است، ولی الان عرض کنم که آمده و دکترای جامعه شناسی داره میخونه. آرام آرام خوشبختانه به ضرورت البته به جامعه داره به اهمیت رشته های علوم انسانی پی میبره. من خیلی خوشحالم که مقاله‌ای درباره جامعه پزشکی نوشتم و اون مقاله توسط برخی از پزشکان محترم خوانده شده و اکنون من فرصت دارم باز هم راجع به این موضوع صحبت بکنم. موضوعی که انتخاب کردم در واقع روابط سلطه در سازمان‌های پزشکی و فرآیندهای درمانی در ایران هست. خب جامعه شناس در واقع پزشکی رو یک نهاد تلقی میکنه، یک نهاد اجتماعی، و منظور از نهاد در واقع روابط الگومندی است که حول نیازهای معین شکل میگیره. مثلا ما از نهاد خانواده صحبت میکنیم، نیازی وجود داره به نام نیاز جنسی و عاطفی که در واقع در پاسخگویی به اون نیاز نوعی روابط اجتماعی پدید میاد و چیزی به نام خانواده یا ازدواج شکل میگیره. یا از نهاد دین، نهاد اقتصاد، نهاد آموزش و پرورش و غیره سخن میگیم. و از پزشکی هم میتوانیم به عنوان یک نهاد اجتماعی سخن بگیم. در جوامعی که به لحاظ سطح تمدنی بسیار ساده هستن، خب اگر خیلی به عقب بریم ما در واقع جادوگر پزشک داریم، یعنی هم نقش جادوگری رو ایفا میکنه و به کمک دانش جادوگرانه خودش کار پزشکی هم انجام میده. آرام آرام در واقع پزشکی جدیتر میشه و از اسطوره و جادو جدا میشه، ولی در این نوع جوامع که در واقع سطح تمدنی و فرهنگی ساده تر هست، رابطه میان پزشک و بیمار یک رابطه مستقیم هست. یا پزشک رو میارن بر بالین بیمار یا بیمار به او مراجعه میکنه. اما در واقع با پیشرفت تمدن و فرهنگ بشری آرام آرام در واقع بین رابطه پزشک و بیمار نیروهای واسط پدید میاد، سازمان‌های اجتماعی مختلف پدید میاد و رابطه مستقیم پزشک و بیمار در واقع به تدریج تبدیل میشه به یک رابطه غیر مستقیم و با واسطه‌های متعدد شکل میگیرن. امروزه در سازمان‌های درمانی ما در واقع انواع نیروها رو داریم، از پزشک متخصص، پزشک دستیار و رزیدنت و همینطور عرض کنم تکنسین و پرستار و عرض کنم که بهیار و دیگر افرادی که در واقع تو این رابطه وارد میشن. بنابراین سازمان‌ها پزشکی، نهاد پزشکی دارای سازمان‌های گوناگون شده و به اشکال پیچیده‌تری به خودش گرفته. اتفاقی که در واقع اینجا میفته تغییر رابطه پزشک و بیمار هست. در واقع عملاً در نوعی رابطه سلطه شکل میگیره که پزشکان در موقعیت فرادست قرار میگیرن و بیماران در موقعیت فرودست. به طور طبیعی به خاطر پیچیدگی زندگی اجتماعی و مثل تمدنی این اتفاق رخ میده. خب عرض کنم که حالا مسئله‌ای که الان من میخوام حول این موضوع راجبش بحث بکنم اینه که وقتی به آثار و منابع و مطالبی که منتشر شده مراجعه میکنیم، در بسیاری از اینها در واقع از نوعی رابطه سلطه نامشروع بین پزشک و بیمار سخن گفته میشه، به نحو اینکه در واقع پزشک میتوانه بدون نظارت، بدون در واقع عرض کنم مهار و کنترل بیرونی انواع اعمال قدرت رو نسبت به بیماران در واقع انجام بده و چه بسا بسیاری اوقات اساساً پاسخگوی اون چه انجام میده نباشه. وقتی مطالبی که در عرض کنم که نشریات مختلف و رسانه‌های مختلف منتشر میشه از سوی کارشناسان به اونا مراجعه میکنیم، در واقع نوعی عدم پاسخگویی در عملکرد پزشکان رو میبینیم که گزارش میکنن. خب من گفتم که این رو بررسی بکنم، چون تو کار قبلی هم که انجام داده بودم این موضوع یکی از محورهای اصلی بحث بود. در اون کار من در واقع 2 تا همکار داشتم که سالها در بیمارستان کار کرده بودن.
یکیشون 9 سال کار کرده بود و یکیشون 11 سال به عنوان پرستار خدمت کرده بودن. من از اونا خواسته بودم که برای مدت چند ماه هر اون چیزی که در سازمان درمانیشون رخ میده رو کاغذ بیارن و بنویسن. اگر رویداد خوبی رخ میده، رویداد مثبتی رخ میده، یادداشت بکنن. اگر رویداد منفی رخ میده، بی‌طرفانه در واقع گزارش روزانه بدن. خب این دو تا همکار من بعد از چند ماه این گزارش رو در اختیار ما گذاشتن و اون گزارش ها البته اصلا گزارش های مثبتی نبود و وضع خوبی رو در دو تا بیمارستان، یک بیمارستان خصوصی و یکی هم بیمارستان دولتی بود، وضع خوبی رو نشون نمیداد و من بر اساس اون چیزی که اونا گزارش کرده بودن مقاله نوشتم و عرض کنم که احتمالاً برخی از دوستان دیدن. یکی از محورایی که اونجا در واقع اون به اصطلاح گزارش روزانه نشون میداد این بود که روابط سلطه یک طرفه‌ای وجود داره، به نحوی که پزشکان به خصوص پزشکان متخصص نه پزشکان عمومی نسبت به بیمار و خانواده های بیمار پاسخگو نبودن. رابطشون با پرستارا هم رابطه بسیار آمرانه‌ای بود، یک نوع رابطه سلطه نامشروع در واقع وجود داشت. من در فرصتی که داشتم خب نمیتوانستم مجددا طرح یک پروژه مطالعاتی تازه رو به اصطلاح بریزم و عرض کنم که مجددا بتونیم به فضاهای بیمارستانی و درمانی مراجعه بکنیم. بنابراین گفتم که در باب این موضوع یک فراتحلیل انجام بدم، یعنی بر حسب تحقیقات تجربی که در باب رابطه پزشک و بیمار در کشور ما صورت گرفته اونها رو جمع آوری بکنم، مهمترین های اونها رو در واقع مورد بررسی قرار بدم، ببینم که در تحقیقاتی که راجع به این موضوع انجام شده در واقع چه نتایجی مطرح شده. قبل از اینکه مثلا گزارشی بدم از این تحقیقات، خوشبختانه مطالعات تجربی زیادی در باب رابطه بیمار و پزشک و رابطه پزشک و پرستار در کشور ما انجام شده. مثلا در شهر رشت، در شهر اهواز، در شهر یزد، در شهرهای مختلف، در مراکز درمانی، حتی در مطب‌های خصوصی موضوع مطالعه بودن و به اصطلاح رابطه پزشک و بیمار، رابطه پزشک و پرستار مورد بررسی تجربی قرار گرفته، مراجعه شده و به اصطلاح پیمایش صورت گرفته، نمونه‌های انتخاب شدن و عرض کنم که نتایج اون تحقیقات به شکل کار تجربی منتشر شده خوشبختانه و ما میتونیم با آسانی به تعداد زیادی از این تحقیقات دسترسی داشته باشیم و ببینیم که اونها در واقع نتایج اون گزارش‌های تجربی در باب رابطه پزشک و بیمار و رابطه پزشک و پرستار چگونه بوده است. در فرصت محدودی که من داشتم به تعداد قابل توجهی از این گزارش‌ها و مقالاتی که منتشر شده راجع به این موضوع مراجعه کردم، اما قبل از اینکه در واقع گزارشی از اون تحقیقات بدم و وضع رو بخوام توصیف کنم از مجرای تحقیقات تجربی منتشر شده، نخست میخوام در واقع چند تا نکته نظری راجع به موضوع مطرح بکنم، مفاهیم که بیشتر توضیح بدم و بعد برم سراغ در واقع اون نتایج تحقیقات تجربی. در جوامع مدرن در واقع نظام مراقبت از تندرستی بدل شده به یک نهاد بسیار مهم و پیچیده. جامعه شناسان میگن که در واقع این نهاد از چند تا عنصر اساسی، چند تا محور اساسی تشکیل شده. نخستین اونها پزشکان هستند و بعد پرستاران، بعد بیماران و بعد عرض کنم که خود سازمان‌های درمانی مثل بیمارستان ها. اما نقشی که پزشک در این نظام مراقبت از تندرستی ایفا میکنه در واقع نقش محوری است. یعنی پزشک میتونه تصمیماتی بگیره و مثلا دستوراتی بده که دیگر افراد درگیر در این نظام مراقبت چنین امکانی ندارند و اونها باید در واقع تابع تصمیماتی باشن که پزشکان میگیرن. خب عرض کنم که به طور طبیعی پزشکان دارای امکانات و فرصت‌ها و موقعیتی میشوند که دیگر نیروهای
در فعال در فرآیندهای درمانی محروم از اون امکانات هستند و لذا به طور طبیعی نوعی روابط فرادست فرودست در درون سازمان‌های پزشکی شکل می‌گیره. به خودی خود شکل‌گیری این گونه روابط هیچ مشکلی نداره و اساساً نابرابری بخش طبیعی از حیات اجتماعی است. یعنی افرادی که در جاهای مختلف عرصه اجتماعی زیست میکنن به فرصت‌ها و امکانات برابری دسترسی ندارن و در واقع فقدان این برابری خود اشکالی از نابرابری رو ایجاد میکنه. ما به طور جامعه شناسا به طور ساده میگیم که اساساً خود تفاوت‌هایی که انسان‌ها با اونا زاده میشن، خود این تفاوت‌ها میتونه منبع آغازین نابرابری باشه. فردی که زیباتر هست ممکنه به طور طبیعی مورد اعتنا و توجه بیشتری قرار بگیره و همین میتونه شکل دهنده نوعی نابرابری باشه. بنابراین میخوام بگم که نابرابری دستکم بخشی از نابرابری امری طبیعی است و بخشی از اونم امری در واقع اجتماعی است و لذا میتونیم بگیم که گریزی از سطحی از نابرابری اجتماعی وجود نداره و در تمامی اجتماعات، حتی در اجتماعات ساده تر هم اشکالی از نابرابری وجود داره. پس ما اگر از نابرابری در سازمان‌های درمانی سخن میگیم، این به خودی خود هیچ مشکلی نیست. مشکل در واقع از زمانی آزاد میشه که شروع میشه و آغاز میشه که در واقع این نابرابری ها تبدیل میشه به سلطه و سلطه تبدیل میشه به عرض کنم که سلطه نامشروع. مراد از سلطه در واقع الگومند شدن، پایدار شدن و تثبیت شدن نابرابری هاست، به نحوی که عده‌ای فرادست میشوند و عده‌ای فرودست و اونها میتوانند در واقع فرادست ها میتوانند اعمال قدرت بکنن و فرودست ها وظیفه دارن در واقع اطاعت بکنن. خب باز اینجا در واقع یکی از جامعه شناسان برجسته ماکس وبر از اشکال سلطه صحبت میکنه و سلطه رو تقسیم میکنه به سلطه مشروع و سلطه نامشروع. سلطه مشروع در واقع اون نوع روابط فرادست و فرودستی است که بر حسب قوانین پدید میاد و در نتیجه فرودستی که اطاعت میکنه به دلیل اینکه اون قوانین رو پذیرفته و اونها رو موجه میدونه، اطاعت رو از مثلا نیروهای فرادست امری به حق و به جا میدونه. مثلا فرض کنید که ما در خیابان از پلیس اطاعت میکنیم برای اینکه پلیس اقتدار قانونی داره و ما اگر این قوانین رو بپذیریم و اونا رو موجه بدونیم، اطاعت از پلیس برای ما هیچ مشکلی نداره و اونو پذیرفتیم و امری عقلانی میدونیم و لذا در این رابطه اقتدار مشروع یا سلطه مشروع هیچ مشکلی وجود نداره برای اینکه اساساً قانون اقتضا میکنه. پس اگر افراد قانون رو موجه بدونن و اعمال سلطه رو اعمال سلطه قانونی تلقی بکنن، در نتیجه روابط اجتماعی بدون تنش و عرض کنم درگیری تداوم پیدا خواهد کرد. اما شکل دیگر سلطه نامشروع است، یعنی افرادی که در موقعیت فرادست قرار میگیرن امیال شخصی، منافع خصوصی و گروهی خودشون رو بیارن وسط و در به اصطلاح اعمال قدرتشون از قوانین فراتر برن و به اصطلاح اشکالی از خشونت رو نسبت به فرودستان اعمال بکنن. این اشکال خشونت از بی‌اعتنایی میتونه آغاز بشه تا خشونت لفظی، تا خشونت فیزیکی و تا انواع محرومسازی فرودستان، برای اینکه فرادست به منابع و امکانات و فرصت‌های دسترسی داره و فرودست از اونها محرومه و او میتونه در مورد فرودست تصمیم بگیره. مثلا پزشک متخصص نسبت به پزشک بیهوشی یا دیگر دستیارانش و نسبت به تکنسین اتاق عمل، نسبت به پرستار، نسبت به احیار میتونه به اصطلاح از موقعیت به اصطلاح سلطه‌ای که داره به نحو شخصی و غیر قانونی بهره ببره. خب این اتفاق وقتی میفته، یعنی سلطه نامشروع در درون سازمان‌های پزشکی پدید میاد، آرام آرام این عوارضی در واقع
پیدا میکنه. من برخی از مهمترین اونها را در واقع میشمارم. یکی از این عوارض در واقع اینه که در فرودستان نارضایتی از محیط فعالیت و کار در واقع ایجاد میشه و اونها در واقع از محیط فعالیتشون بیگانه میشن و تعلقی به اون محیط ندارن و عرض کنم که از زندگی در اون محیط خوشنود نیستن و احساس رضایت ندارن. به میزان اینکه این نارضایتی افزایش پیدا میکنه، این در نحوه عملکرد زیردستان هم تاثیر میذاره و چه بسا میتوانه همون روابط سلطه و همون مثلا اعمال خشونت رو در رابطه زیردستان با دیگران و با همدیگه بازتولید بکنه. یعنی وقتی پزشک با پرستار رابطه غیر انسانی برقرار میکنه و محیط مثلا نامطلوبی برای او فراهم میکنه، این روی عملکرد پرستار میتونه تاثیر بذاره یا حتی الگویی بشه برای رابطه او با دیگران، با زیردستان خودش و من جمله با بیمار و خانواده بیمار. یعنی در واقع یک نوع رابطه سلطه نامشروع میتونه بازتولید بشه. مورد دیگه اینه که در واقع زیردستان در چنین وضعیتی اساساً ممکنه از خود بیگانه بشن، یعنی نه تنها نسبت به محیط کار بیگانه بشن، بلکه ممکنه نسبت به انسانیت خودشون، نسبت به شأن انسانی خودشون و کرامت انسانی خودشون دچار تردید بشن و عرض کنم که یا احساس بکنن که شأن انسانیشون زیر سوال رفته و اساساً اون جایگاه انسانی از اونها سلب شد. به همین ترتیب در واقع این در خدماتی که به افراد، به بیمار و خانواده‌اش داده میشه میتونه تاثیر بذاره و انواع و مثلا انواع پیامدهای اجتماعی داشته باشه. یکی از اون پیامدها به طور طبیعی عرض کنم که از بین رفتن اعتماد اجتماعی نسبت به جامعه پزشکی، نسبت به عرض کنم که فرآیندهای درمانی و عرض کنم که سازمان‌های درمانی است. خب وقتی که ما بررسی میکنیم مثلا دیدگاه‌هایی که در این حوزه وجود داره، میبینیم که شکل مطلوب و هنجارین رابطه شکلی تعریف شده که هم در مثلا حوزه اخلاق، هم در برخی از نظریه‌های جامعه شناسی، مثلا تالکوت پارسونز جامعه شناس برجسته آمریکایی بعضی رو ترسیم میکنه که در اون وضع پزشکان میباید در خدمت معالجه و سلامتی بیمار باشه، برای اینکه جامعه نیاز به نیروهای سالم داره و برای اینکه در واقع این نیروی سالم تأمین بشه پزشکان باید بسیط بشن برای اینکه بیماران رو درمان بکنن و اونا رو برگردونن به جامعه تا اونا بتونن به نقش خودشون مثلا عمل بکنن. این وضع مطلوبی است که جامعه شناس آمریکایی پارسونز در واقع ترسیم میکنه. او البته به نحو کارکردی نگاه میکنه، یعنی میگه که در واقع به اصطلاح جامعه وقتی درست کار میکنه و فانکشنال هست که این مجموعه نیروها همدیگر رو حمایت بکنن و عرض کنم اگر مثلا بخشی از جامعه نیروی کارش از دست میده و مدتی بیمار میشه، پزشکان در واقع وظیفه دارن در خدمت معالجه باشن و اونها بعد یک پروسه برگردن به جامعه و به اصطلاح جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. اما جامعه شناس دیگری که در این حوزه کار کرده آقای فریدسون هست. فریدسون توضیح میده که اون نگاهی که در واقع پارسونز داره نگاه هنجارین هست، نگاه علمی، یعنی اون چیزی که واقعا در جامعه رخ میده نیست. وقتی که بررسی میکنیم رابطه پزشک و بیمار رو میبینیم که بسیاری اوقات این گونه نیست و اشکالی از تنش در این رابطه وجود داره. اون عمدتاً بر روی این تاکید میکنه که پزشکان عموماً مستعد این هستند که بر اساس فرهنگ حرفه‌ای خودشون، بر اساس در واقع تعبیری که به کار میره خودمختاری حرفه‌ای، یعنی معیارهای خودشون در برخورد با بیمار و خانواده‌اش رو از خود در واقع دانش پزشکی میگیره و بر اساس معیارهای پزشکی با بیمار و خانواده‌اش برخورد میکنه و مواجه میشه. از سوی دیگه
فریدسون میگه که بیماران معمولا وضعیت خودشون رو بر اساس فرهنگی که در اون زیست میکنن، زمینه اجتماعی که در اون زیست میکنن، بیماری خودشون رو میفهمن و انتظاری که از پزشک دارن اینه که پزشکان نیز وضع اونها رو از همین مجرا ببینن و همونطور معنا بکنن. بنابراین فریدسون میگه که به طور طبیعی یک شکاف، یک تنش بین پزشک و بیمار به طور بالقوه وجود داره و این میتونه در واقع در طی یک فرایندی بالفعل بشه. لذا الگویی که مطرح میشه برای رابطه مطلوب بین پزشک و بیمار الگوی در واقع داد و ستدی است. یعنی به جای رابطه سلطه نامشروع باید شکلی از رابطه پدید بیاد که پزشک از اون موضع بالا و آمرانه خارج بشه و در کنار بیمار قرار بگیره و آمادگی شنیدن از بیمار رو هم داشته باشه تا این رابطه داد و ستدی بشه، رابطه دو طرفه بشه. مشکل اساسی که روابط سلطه نامشروع ایجاد میکنه فقدان گشودگی است. یعنی وقتی یکی اون بالاست و تصمیم گیره و تعیین میکنه که بیمار چه باید بکنه یا خانواده بیمار چه باید بکنه، اساساً از شرایط بیمار و نوع نگاه او بیخبر باقی میمونه و این بیخبری پزشک از نگاه بیمار و شرایط بیمار و مسائل بیمار و بسته بودن گوش او به سخنان بیمار در واقع اون شکاف رو، اون تنش رو تشدید میکنه و در طی یک روند طولانی میتونه منجر به اعتبار زدایی از تصمیمات پزشک بشه. توجه داریم؟ وقتی که در واقع ما مطالعات تجربی موجود رو بررسی میکنیم دقیقاً میبینیم که همین موضوع در ایران به نحو خیلی جدی در این تحقیقات گزارش شد. مثلا مواردی هست که تحقیقاتی هست که نشان میده که پزشکان دستوراتی دادن اما بخش قابل توجهی از بیماران اصلا اعتنایی به دستورات پزشک نکرد. مثلا پزشک نسخه‌ای تجویز کرده به بیمار ولی بیمار اعتنایی به نسخه او نکرده، تصمیم او نکرده. مثلا آقای کلاتی احمد کلاتی ساداتی و همکارانشون پژوهشی انجام دادن در سال 1994. گفتند که بیش از نیمی از بیماران از دستورات دارویی ارائه شده به نحو مطلوب استفاده نمی‌نمایند. این یه نمونه از عوارض در واقع روابط سلطه نامشروع و عدم گشودگی در واقع پزشک و بیمار هست. تحقیق دیگری که شفعتی و زاهدی انجام دادن در واقع به ما میگویند که روابط پزشک و بیمار روابط یکسویه و مستبدانه است و در واقع تعبیراتی که به کار بردن روابط اوتوکراتیک یا روابط ارباب معاونه بین پزشک و بیمار، یعنی یک رابطه همون چیزی که من میگم رابطه سلطه نامشروع. مطالعه‌ای که در اهواز صورت گرفته در واقع میگه که رابطه‌ای که پزشک و بیمار داره در این مطالعه نشون میده که با شیوه ارتباطی آرمانی فاصله بسیاری دارد. پزشک کنترل مطلق رابطه را در دست دارد. پس این یک از نمونه دیگری. حالا یک مطالعه جالبی هست، من میخوام در واقع چکیده اون مطالعه رو، بخشی از چکیده مطالعه رو شما بخونم. عنوانش از بررسی توزیع علل شکایت بیماران از پزشکان و آرای صادره در پرونده های سازمان نظام پزشکی شهرستان سمنان در یک دوره 10 ساله از 1380 تا 1390. عرض کنم که روش کار اینجوری بوده که در یک مطالعه گذشته نگر به صورت توصیفی تحلیلی تمامی پرونده های شکایات در سازمان نظام پزشکی سمنان مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مورد نظر در فرم‌های مربوطه وارد شده و پس از طبقه‌بندی با استفاده از آزمون کای اسکوئر و پیرسون تیتس و آنالیز واریانس در نرم افزار اس 2.9 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها از مجموع 106 شکایت طرح شده در این دوره 10 ساله
میگوید که در 77.4% موارد پزشکان قصوری نداشتند. در 17.9% موارد رأی به محکومیت داده شده و در 4.7% موارد شاکی رضایت داده است، این بیمار. بیشترین نوع قصور مربوط به بی‌مبالاتی با 11.3%، این پزشک بی‌مبالاتی کرده، و بی‌احتیاطی با 8.5% و عدم مهارت با 3.8% و کمترین مربوط به عدم رعایت نظامات دولتی با 9%. بیشترین علت از دیدگاه شاکی شامل عدم تشخیص به موقع با 28.3%، عدم توجه با 27.4% و عدم مهارت با 25.5% بود. نتیجه تحقیق اینه: طبق نظر کارشناسان نظام پزشکی، اینو مثلا جامعه شناسان نگفتن، کارشناسان نظام پزشکی گفتن، یعنی درون سازمانی است. اگر در واقع در مورد پزشکان بخوایم نظر بدیم، طبق نظر کارشناسان نظام پزشکی در بیشتر موارد پزشکان قصوری مرتکب نشده و قسمت عمده از شکایات مربوط به نتیجه تعامل نامناسب میان پزشک و بیمار و عدم توجیه مناسب بیمار قبل از درمان بوده است. یعنی در خود نظام پزشکی گفته که مشکل اصلی در روابط نامناسب میان پزشک و بیمار هست. خب این حالا از مطالعات تجربی است که پیمایشی انجام شد. وقتی که مطالعات کیفی رو در واقع بررسی میکنیم، کارهای کیفی رو بررسی میکنیم، وضع کمی بغرنج‌تر و دردناکتر میشه و این مطالعات وضع، یعنی رابطه پزشک و بیمار رو خیلی غیر انسانی تر برای ما به تصویر میکشن. همیشه بین مطالعات کمی و مطالعات کیفی در علوم انسانی در جامعه شناسی یک گپی وجود داره، چون در مطالعات کیفی فرد میشینه مصاحبه های عمیق میکنه با افراد، مثلا با بیمار یا با پزشک و پرستار، و در نتیجه میتوانه به اصطلاح به طور دقیق تر به اصطلاح اون جهان اجتماعی رو شناسایی بکنه. در زمانی که ما پرسشنامه داریم، سوال میکنیم و اون جواب میده و تیک میزنیم، این خیلی متفاوته. در حوزه دین هم اینجوری است. وقتی مثلا راجع به دین مطالعه میکنیم، مطالعات کیفی پدیده‌هایی رو نشون میده که مطالعات کمی اون رو نمیتونه نشون بده. برای اینکه مثلا وقتی که شما مثلا میاد از یک کسی میپرسی که نماز میخونی، میگه آره خب تیک میزنی، از اون یکی هم میپرسی نماز میخونه، باز تیک میزنی. ولی مطالعات کیفی نشون میده که نماز این دو نفر چقدر با هم متفاوته. این تفاوت‌های کیفی رو مطالعات کمی معمولا نشون نمیده. لذا وقتی به مطالعات کیفی در باب رابطه پزشک و بیمار یا مثلا رابطه پزشک و پرستار مراجعه میکنیم، روابط سلطه نامشروع خودش رو بیشتر نشون میده. یه مورد من مثلا براتون مثلا نظرات یک کارشناس براتون بخونم. میگه که احتمالاً اگر گذارتان به بیمارستان ها و یا مطب یکی از پزشکان ایران افتاده باشد، شما هم با من هم عقیده اید که رابطه پزشک و بیمار در ایران اغلب از نوع پاترنالیستیک، پدر سالارانه است. پزشک ایرانی به صورت معمول حق چندانی برای بیمار از نظر پاسخگویی به سوالات و نگرانی های وی قائل است. این دقیقاً همون چیزی که من عرض میکنم که در واقع رابطه نوعی از رابطه است که دیگه پزشک خیلی در خدمت عرض کنم که بیمار نیست. یعنی با اون الگوی آلمانی، با اون الگویی که پزشک باید در خدمت بیمار باشه یا دست کم رابطه داد و ستدی باشه، چنین رابطه‌ای اساساً در ایران مسئله داره. خب یه بخش از این به نظر من برمیگرده به فقدان آموزش لازم. یعنی بگم من شاید در به اصطلاح آموزش دانشجویان پزشکی باید تجدید نظرهایی صورت بگیره. باید در واقع در باب روابط اجتماعی هم در واقع دانشجویان پزشکی آموزش ببینن، برای اینکه اونا دارن در جامعه زیست میکنن و در واقع بیمار رو در درون سازمان‌های درمانی در طی روابط اجتماعی درمان میکنن و لذا بگم من این آموزش‌ها میتونه بخشی از ماجرا رو در واقع بخشی از مشکل رو حل بکنه. اما بخش دیگری از مشکل بگم من ساختاری است. یعنی در واقع
برمیگرده به نظارت‌ها، برمیگرده به تعریف وظایف. دوستان آقای جوزی، دکتر جوزی در باب منشور اخلاقی صحبت کردن. خب ما در ایران راجع به خیلی از سازمان‌ها و نیروها منشور اخلاقی داریم، ولی بسیاری اوقات اونها عرض کنم که تابلوهایی است بر روی دیوار، یعنی مثلا تحقق پیدا نمی‌کنه. و این صرف این که ما بگیم الان برای پزشکان یک منشور اخلاقی تعریف بکنیم، البته خب اونم در جای خودش لازمه، ولی عرض کنم که اون کافی نیست. یعنی باید عرض کنم که نظارت مناسبی وجود داشته باشه، روابط اجتماعی عرض کنم تعریف بشه و آموزش داده بشه و عرض کنم مورد ارزیابی قرار بگیره و عملکرد پزشکان از این منظر هم ارزیابی بشه. من حالا دیگه نرفتم سراغ عرض کنم که تجربه‌های شخصی در اینکه ساعت‌های طولانی در مطب‌ها عرض کنم که ما می نشینیم تا پزشک بیمار ما رو ببینه. اینا رو دیگه من اینا چون بخش شخصی که تجربه شخصی کردم نخواستم مثلا از تجربه زیسته سخن میگم، ولی در واقع در مطب‌های مختلف بارها اینو تجربه کردم که همراه با همسرم ساعت طولانی نشستم تا اینکه در واقع نوبت بیمار با ما بشه و پزشک محترم در واقع بیمارمون رو ببینه. تازه اونم بسیار شتاب زده، کمتر از 5 دقیقه در واقع میخواد بیمار رو معاینه بکنه و به هیچ وجه حاضر نیست وقت بذاره برای بیمار. خب ما وقتی که این وضع رو در جوامع پیشرفته تر مطالعه میکنیم میبینیم که روابط خیلی انسانی تره. من دوست و همکاری دارم که تکنیسیان اتاق عمل در چند بیمارستان در تهران، بالغ بر 12 سال این کارش بود، اما به دلیل اینکه اونقدر در اتاقای عمل جراحان بهش توهین کردند نتوانست تحمل بکنه و سرانجام زندگیشو جمع کرد و از ایران رفت. توجه دارید؟ و الان در زلاند نو پرستاره. من ازش خواستم که تجربه‌های خودش رو در زلاند نو و در ایران با هم مقایسه بکنه و برای من بفرسته بنویسه و انشاءالله ما بتونیم در کتاب منتشر بکنیم که اون چیزی که او گزارش میکنه تفاوتات بسیار محسوس، بسیار محسوسه. نه اینکه اونجا روابط سلطه وجود نداره، ولی بسیار انسانی تره و عرض کنم که این شکل از رابطه که منجر به مثلا بیگانگی نیروهای زیردست از سازمان پزشکی میشه و منجر به از خود بیگانگی میشه، مثلا در گزارش‌های این همکار من وجود نداره. همکار من بوده برای اینکه جامعه شناسی خونده، حتی با هم کتاب ترجمه کردیم، عرض کنم داشت رساله پایان‌نامه جامعه شناسی خودش رو مینوشت، ولی به دلیل اینکه به اصطلاح وجدانش و روحش دریادار شده بود از به اصطلاح انبوه توهین‌هایی که از پزشکان شنیده بود، نمیتونست دوام بیاره اینجا. اولین باری که از زلاندنو با من صحبت کرد، جمله‌ای که گفت هیچ وقت یادم نمیره و جمله این بود، میگفت که اینجا در خیابان هم آدما با هم احترام میذارن. توجه دارید؟ یعنی این به اصطلاح حجم از به اصطلاح روابط توهین‌آمیزی که در بیمارستان تجربه کرده بود، ادامه زندگی در ایران براش دشوار کرده بود. گزارش‌هایی که ما در باب رابطه پزشک و پرستارها هم مطالعه می‌کنیم، مثلا این تحقیقات تجربی، باز همین گونه است. یعنی یک نوع رابطه غیر انسانی و روابط سلطه نامشروع که در واقع به نفع پزشکان متخصص. عرض کردم من چون الان شما پزشکان عمومی هستید، من عرض کنم که مطالعاتی که کردم و گزارش‌هایی که خوندم در واقع اینطور دریافت کردم که وضع پزشکان عمومی هم چندان مطلوب نیست در ایران و وضع اونا قابل مقایسه با پزشکان متخصص نیست و اشکال نابرابری در اینجا هم وجود داره. خب اون داده ها در باب پزشکان هم باز ما در واقع وضعیت اسفباری گزارش میشه و کاملا نامطلوبه و نارضایتی شدید پرستاران رو نشون میده. البته
خب باید دقت بکنیم در این گزارش ها که آیا گزارش ها رو فقط از پرستاران گرفتن یا از پزشکان هم گرفتن. طبیعتا در نتیجه گیری و در ارزیابی باید ما به هر دو جامعه مراجعه بکنیم و یا به دیگر نیروها در درون سازمان پزشکی مراجعه بکنیم و بر اساس اونها گزارش بکنیم. در مجموع در واقع بررسی های من بر اساس این تحقیقاتی که دیگران انجام دادن در بیمارستان ها و مطب‌های مختلف کشور نشان میده که ما از این جهت از نظر در واقع رابطه اجتماعی پزشک با نیروهای فرودست مشکلات جدی داریم و به گمان من یکی از دلایل عرض کنم که افزایش تدریجی بی‌اعتمادی در جامعه ما نسبت به پزشکان عرض کنم فقط خطاهای پزشکی نیست. خطاهای پزشکی امری قدیمی است، از قدیم وجود داره. وقتی که مثنوی معنوی مولوی را میخونیم اونجا هم مولوی از خطاهای پزشکی صحبت میکنه. اونجایی که در واقع میگه که شاه عاشق یک کنیز میشه و عرض کنم که کنیز هم بیمار میشه، بعد میگه که حاکم شاه پزشکان متعددی رو میاره بر سر بالین کنیز و اونها میگن ما درمان میکنیم، اما نه تنها درمان نمیکنن بلکه بیمار رو بیمارتر میکنن و قادر به تشخیص نیستن. خب خطاهای پزشکی امری طبیعی است، همچنان که آقای دکتر با درستی اشاره کردن در رشته‌های مختلف هم هست، در مهندسی هم قطعا وجود داره، در جامعه شناسی در همه رشته‌ها وجود داره. منتها نکته اینه که اون عدم گشودگی به روی بیمار و خانواده‌اش، روابط نامشروع در واقع سلطه‌گرانه و آمرانه‌ای که وجود داره، بی‌مبالاتی که الان من اشاره کردم در این تحقیق به اصطلاح ذکر شده، همه اینها در واقع عاملی است که به تدریج بی‌اعتمادی به نظام پزشکی و سازمان‌های پزشکی و جامعه پزشکی و اعتبار زدایی از در واقع شأن و به اصطلاح جایگاه و مکانت اجتماعی پزشکان آرام آرام شکل میگیره. من سخنمو با این موضوع هم پایان بدم که بگم من لازم است که متخصصان حوزه پزشکی دست به قلم بشن و خودشون هم اشکالی از نقادی رو نسبت به سازمان‌های پزشکی، نسبت به همکارانشون آغاز بکنن. متاسفانه واکنش‌هایی که پزشکان محترم نسبت به انتقادات دارن واکنش‌های مطلوبی نیست. مثلا نوع مواجهه‌ای که با یک سریال تلویزیونی طنز انجام گرفته یا دیگر مواجهات و واکنش‌هایی که نسبت به نقدها شده، عرض کنم که حاکی از این بوده که پزشکان خودشون مبرا از عیوب می‌دونن و گویا آماده نیستن که نقدها رو بشنون. این واکنش‌ها اتفاقاً به نظرم بیشتر به اعتبار پزشکان لطمه می‌زنه. قطعاً در جامعه پزشکی ما بسیار پزشکان عرض کنم شریف داریم که دارن به جامعه خدمت میکنن، اما توجه بکنیم جامعه عوام به خصوص در واقع این دانش و اون نگاه و این ظرافت در بینش ندارن که بپذیرن که جامعه پزشکی هم یک دست نیست. توجه دارید؟ و لذا او در واقع از همین رویدادهایی که دوستان ذکر کردن راجع به کل جامعه پزشکی قضاوت میکنیم. همچنان که ما بارها در گفتگوها سخنرانی‌ها میگیم که روحانیان یک دست نیستن، ما انواع روحانیان داریم. روحانیانی داریم که بسیار شریف هستند و دارن به مردم خدمت میکنن، دارن در واقع با کار یدی زندگی میکنن و زندگیشون تأمین میکنن، اونها وابسته به نظام قدرت نیستن. توجه دارید؟ اما این به اصطلاح ظرافت نگاه رو ما نمیتونیم از عوام انتظار داشته باشیم. لذا به گمان من میبایستی پزشکان خودشون هم در نقد کردن جامعه پزشکی، در شناسایی معایب به اصطلاح وارد بحث و گفتگو بشن و در مواجهه با نقدها هم به گمان من برخورد مطلوب‌تری داشته باشن تا انشالله اون شأن و مکانت اجتماعیشون بازسازی بشه و اعتماد مطلوب دوباره برگرده. خیلی تشکر میکنم که به من فرصت دادید و باعث افتخاره که در جمع شما هستم
و انشالله از صحبت‌های شما استفاده میکنم. بس خواهی میکنم اگر زمان بیشتر